با وجود جدیت اعتراضها علیه نرخ نیروی برق در پایتخت ارمنستان، حول و حال کوچه‌های یریوان شاد به نظر می رسد. تظاهرگران با بازی‌ها وقت را پشت سر می کنند. بعضی‌ها در میدان حتی مشق پگاه روزی می کنند. هزاران نفر شب 25 ایون را نیز در میدان بگرامیان در نزدیکی بینای پارلمان و قصر ریاست جمهوری ارمنستان روز کردند. پلیس زیاد اینجا حضور دارد، ولی بعد تلاش روز 23 ایون برای پراکنده کردن ازدحام دیگر درباره برخورد جدی با تظاهرگران گزارش نشده است. اعتراضات در یریوان هفته گذشته علیه نقشه شرکت مونوپولیستی روسیه برای 16% بالا بردن نرخ برق سر شد. در 3 سال اخیر نرخ نیروی برق در ارمنستان قریب 60% بالا برده شده است. جانورهای باغ حیوانات پایتخت گرجستان تا حال از آبخیزی‌های اخیر به خود نآمدند، ولی آنها شاید به زودی صاحب سرپناهی نو شوند. شهردار تفلیس به خاطر بررسی مسئله کوچاندن باغ حیوانات از اینجا بازدید کرد. نقشه کوچاندن باغ حیوانات تفلیس چند مدت باز مطرح بود، ولی بعد آبخیزی شدید روز 13 ایون اهمیت بیشتر پیدا کرد. در آن آفت طبیعی قریب نصف جانوران باغ حیوانات پایتخت گرجستان هلاک شدند. آلبانی‌های کوسوو اکثرا سابقه‌داران جنگ سالهای 90 علیه سربیا به کوچه‌های شهر پریشتینا ریخته علیه تأسیس دادگاه ویژه جنایت‌های جنگ اعتراض کردند. جامعه بین‌المللی از پارلمان کوسوو خواسته است تا برای محاکمه جنایت‌هایی که گمان می‌رود چریکی‌های آلبانی انجام داده‌اند چنین دادگاه تأسیس دهد. اعتراض در پریشتینا در روز رایدهی این مسئله در پارلمان دایر شد. اتحادیه محبوسان لاگرهای زمان جنگ بوسنیا روز بین‌المللی حمایت از قربانیان شکنجه را با اعتراض علیه بی‌توجهی حکومت تجلیل کردند. آنها میگویند با گذشت 12 ساله از ختم جنگی که در جریانش حدود 200,000 نفر در لاگرها اسیر بودند و بسیاری از آنها کشته شدند، حکومت بوسنیا و هرزگوین تا حال اسیران این لاگرها را به رسمیت نمیشناسد. محبوسان سابق در دست عکس‌های لاگرهای زمان جنگ در کوچه‌های مرکز سرایو راهپیمایی کردند. در دوشنبه پایتخت تاجیکستان در روز بین‌المللی قربانیان شکنجه، سازمان‌های غیر دولتی محلی و سفارت‌های غربی یک نمایشگاه عکس‌ها دایر کردند. در نشست خبری به یاد قربانیان شکنجه در تاجیکستان دقیقه خاموشی اعلان شد و یک فیلم درباره شکنجه در بازداشتگاه‌های این کشور نمایش داده شد. در این معرکه نزدیکان چندی از قربانیان شکنجه نیز شرکت داشتند.